روز خیلی که در صحیح بخاری آمده است، در حدیث انس رضی الله عنه، یه مرد به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، حالا که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مردم تعلیم میدادند و پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن میکردند و آن شخص که بادیه نشین بود آدابی سوال دادن را که نمیدانست، حالا که پیامبر صلی الله علیه و سلم که سخن کرده ایستادند، در بالای سخنشان که یا رسول الله متى الساعه، یا رسول الله قیامت کی می شود؟ بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم به او نگاهی نکردند، گویا که سخنی او را نشنیدند. این یک نمودی زجر، یک نمودی تنبیه برای آن است که بدون اجازت از عالم سوال میکند و حالا که عالم سخن کرده ایستاده سخنی او را میبرد. این یک نوع تنبیه بود از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم. فمضى رسول الله صلی الله علیه و سلم یحدث، پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیثشان را پره کردن گرفتند و به سؤال اعرابی اهمیتی ندادند. بعضی صحابه ها در قلبشان گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم شاید نشنیدند، بعضی گفتند که شاید پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدند و سؤال او را بد دیدند و بعضی گفتند که شاید شنیدند و مقصد سخنشان را خواستند پره کنند. خلاصه پیامبر صلی الله علیه و سلم سخنشان را به آخر رسانیدند و این السائل عن الساعه، کجا شد اون پرسنده از قیامت؟ گفتند ها انا یا رسول الله، من اینجا هستم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. در بعضی روایت ها آمده است بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم و ماذا اعددت لها، به قیامت چی آماده کردی؟ گفت که ما اعددت لها شیئا، به قیامت چیزی آماده نکردم الا انی احب الله و رسوله، فقط این که من الله تعالی و پیغمبر صلی الله علیه و سلم را دوست می‌دارم، همین قدر عمل آماده کردم. گفت محبت الله تعالی و محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم را به قیامت آماده کردم. یعنی مهم نیست که قیامت کی می شود. ببینید دو سوال صحابه را ببینید، قیامت کی می شود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم و ماذا اعددت لها، به سوالش با سوال جواب گردونه، به قیامت چی آماده کردی؟ یعنی قیامت کی می شود هیچ کسی نمیداند، این امر معلوم است و قیامت کی شدنش را دانستن مهم نیست، لیکن مهم این است که به قیامت چی آماده کردی. گفت که ما اعددت لها شیئا. در بعض روایات ما نماز زیاد و روزه زیاد، مقصود نمازهای نافله زیاد و روزه های نافله زیاد آماده نکردم، یگان عملهای زیادتی ندارم، فقط همین که من الله و رسولش را دوست می‌دارم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که المرء مع من احب، انسان روز قیامت همراهی دوست داشته اش است. یعنی که مادامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست می داشته باشی، روز قیامت همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم هستی. حضرت انس میگن که ما در آن روز بسیار خرسند شدیم و یگان روز این گونه خرسند نشده بودیم، چون که من پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست می دارم، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را دوست می دارم، حضرت عمر را دوست می دارم، اگرچه مثل آنها عمل کرده نتوانم هم، ولیکن به سبب محبت هم روز قیامت همراهی آنها در مرتبه آنها و در درجه آنها در جنت می شوم. گفته خرسند شده بودم.